در ما عموما یک عادته که باید همین لوباج و خواستگاری رفتیم باید ورد دخترش بته نپرسه مهر نپرسه یگان چی مثال بگیریم باید همین خیلی فکر عقیده ما هم خیلی در اصل مثال بگیریم اون مردک بیچاره 17 سال 18 سال دختر کلان کردی گفتی گپا یگان شغال گفتی گپا خونه نداره یا اهمیت داد همه چی را گفتی گپا آبرز نده گفتی یگان پیخری احمق گفتی گپا در ناموس گفتی گپا تجاوز نکنه دیگه و دیگه دختر کلان کرد وقتی گفتی گپا یک انسان مثال بگیریم یک کسی دنگره یک کسی کلاب یک ازگاه وحدت یک ازگاه دشمه دیگه و دیگه المهم که خواستگاری میره میگنش که اکا نمیتونیم دختر مونه سراز انا مرا دختر نادان انا مو زنجیو سحر جدومون کرده گیم نیو که جین شیاطین دیگه و دیگه و دیگه و دیگه فکر کلان میکنه با پیش یگان جو یک خواستگاری میره میگه ما چند جو رفتیم ندادن مو اوجه چیکار میکنه دستری همو میدوده که زنچی ما یگان پرابلم داریم چند جو رفتیم ندادن شما دخترتون بتیم اما میگه زنچی چی پرابلم داره که اون ندادنش مثلا که یه بار نرفتیم مثال دیدین که دختری صالحه الحمدلله پاک دامنه بگیم همه طرف مثال اهل صالحه نمازخوان قرآنخوان دیگه و دیگه یه بار رفتی دین بوره بو میره دین بوره نه سیم بوره چون بوره دختر قدر قیمت داره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا هي زوجة صالحه یعنی دنیا بمثل یک متاع بمثل یک توشه بهترین چیز دنیا زنی پاک دامنه امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فيها زنی پاک دامن زنی صالحه ای دنیا بیهای و هر اون چیزی که در دنیا دون بیهای یعنی ما وقتی که بار رفتیم ندادن ما باید گفت که بازیق نشیم دین باره باید فکر کنیم که ما هم دختر داریم مثال پگاه یک از بسای دختر ما را بیان مثلا اپا و خواری ما یا انسان بیا که نشناسیش میبروریمتیش نکنیش نه بیا کی چی تو بیا بشناسم یا بفهمم که تو کی چی دیگه و دیگه و دیگه و بعدن یعنی بسیاری انسان اهل علم هستن گفتی که بسیاری خدم چند جورا بسیار رفتن برای خدمت ندادن ما بعد زیخشیم که ندادن ما الحمدلله قدر الله ازش نصیب ما نبدادن ما یا که برای وای دختر خیره که برای ما خیره چیزی که نشید یعنی دخترها بگیم الحمدلله بهترین چیز روی دنیا زنی پاک دامنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه ما دنیا شما مثلا که ده چیز دوست میدارم میگه از اونها خوشبوی دیمش زنه یعنی زن به قدر زن باید برسیم الحمدلله یعنی ندادن دین باره سیم باره چون باره 10 بار 20 بار 30 بار یعنی وقتی که نداد گفت یاد خاطی مو خسر گفت اون مسجد میره در کوشا نماز میخونه در کوشا امام میشه که تا مو خسر مخبول شه که وقتی ها آدم خوبه به دختر ما بتمش نه شما را نمیگم عموما میگم دیگه بسیار در عالم زده و در زده بسیاره مثلا خیلی انسانانی که بگیم میره و نمیتن شو مثال بگیم بعض وقت میشه که مثال بگیریم بچه کمغله دختر بویه بچه بدروه دختر خشروه این به هم یک جا نمیگیرن برای چی دختر گفتی که بود زیبا اخچه دوای نمینه میگم میره خیلی دختر زیبایم و ده میمون رسیدگیم بعد ایسه دو گناهش میگه که نخود هم میره بگیریم میمونا و ایسه شیطان گفته که مدره وسواس میکنه دیگه و دیگه و دیگه چیکار میکنن بعد یک هفته دو هفته هم پس چیکار میکنن جنگ انجام میکنن یا که بعضی وقتا ایش مجبور شوشون میتن به خاطر گفتی که پدر به خاطر مادرش یا به خاطر دیگه و دیگه مجبور شوش میتن دختر چیکار میکنه نمیمونش نزدیک شوه как будто бы وای جین داره در اصل جین نداره درست رنگ نمودی هم بچه بیزاره یعنی گپ در اینجا یعنی دخترم باید پیش اونه که مثال بگیریم زن بگیره که شو کنه مرد باید به هم بشینن بپرسن که ها چی کمبودی داری چی کمبودی نداری یا اون کس آیا نقض میبینی یا نه یکی بعضی حالات هستن که بچه‌ها مثال دیگه کس نقض میبینن با خاطر مادرش شده چیکار میکنن دیگه دختر میتنش بعضی آدم دخترام همچنین یگان بچه دیگر نقض میخواد یگان بچه دیگر گپ زده دیگه علاقه کرده دیگه گفتی که با دیگه کارو کرده دیگه چون میگم همون نقض دیدم میگیرم شوش میتن گفتی یا با اورو میره نه که بعضی وقتا میشه که میگه بسیار پیش ما بسیار مراجعت میکنن میگه یا سالش دو سالش میگم خب اگه نیستی میگه جین داره میگه جین نداره و میگه من مجبور شو دادم بسیارش میگه من دختر خونه 18 ساله 17 ساله میگه مرد 36 ساله دادگیم به خاطر پل اصلا پول گرفتن مثلا برش دادن دیگه من میگه نمیمونش نزدیک شوه میگه من پرتوریت میگم که من جین دارم در اصل جین ندارم میگه من 100% سالمم صالحم نماز میخونم قرآن میخونم میگه پدر مادر من عشق محبت به دنیا دارم به خاطر پول شدن مرا شوهر دادن مرا نپرسیدن که تو میخوای یا میرا نمیخوای
راهنمای مقصد که هر چیزی که میشه تقدیر از جانب الله، هر چیزی که از جانب الله با خود تقدیر نصیب نشته شده. با اون خاطر پیشانی که زن بگیرین انسان تو که نماز بخونه تا حتی بودتی الله کنه، از الله طلب کنه که هر زنی که برای او خیره هم در دنیا و هم در آخرت براش نصیب بگردونه. زنی صالحه، یعنی برای اون که زنی صالحه بکنیم با خودمان اصلاح کنیم. پیش ما هم گفت یا با بچه‌ها هم بسیار میگن که قریگون زنک باشه، صالحه باشه، نمازخوان باشه، قرآن خوان باشه، وای باشه، با دولت باشه، خیش تور خوب باشه. دیگه میپرسم بعد میگم که خودت همین طایفه کدوم باشی؟ قرآن خونده میتونی؟ نه. نماز میخونی؟ نه. رو درگور پول داری؟ نه. وقتی چیکار میکنی خیلی زنکه بگیری به رهش کنی؟ برای هر یک انسان مامو چی خودش میگیره؟ او رو خودش بیزه بکو بگی، خشو بکو بگی، بای بکو، کمغل تا بگی. برای اینکه ایش به ایش نمیشه. گفتی که با آدم بدبخت برا بکو، رقاصه را بگی، بلوگرش را بگی. ها اون من چه خیلی که هستی گفتی که با همون او رو نیخته بگی، حافظه را بگی. نمیشه گفتی که حافظ برای دختر خونه گفتی که با نمازخوان قرآن خوان گفتی که با طاعت عبادت الله قاری قرآن و علماء نمیشه. هر یک انسان او رو نیخته باید بگیره. برای گفتی خودت حافظی رفتی باید زن حافظی کنی برای نه کجا تا نظر ندارم. اینجا واسه قیامت دارم. عموما گفته ایستم که مثال بگیریم بعد یارو عبرت شوه. مثال از یک شدن در کار نشد الحمدلله زن شاید که خیر باشه. خدای نخواسته مثال بگیریم مست میگرفتی یک عموما مد نظر دارم که میگرفتی شاید که مثال در ناموس خیانت میکرد، شاید یک عمله میکرد که شرمنده اهل اولاد میشید. با اون خود یک کاری که نمیشه الحمدلله پروردگار بخواست شد همه کار. تو الله نخواه یگان چی به اجازت الله نمیشه. هر آن چیزی که الله خواست همون میشه. الله در قرآن میگه و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هر آن چیزی که شما بد دیده شد برای شما خیر باشه، هر آن چیزی که شما خیرش دیده شد برای شما بد باشه. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله او را میدونه و شما او را نمیدونین. و من خاطر هر یک کاری که میشه و هر یک چیزی که میشه به خواست الله. هر چیزی که ما نقض دیدیم شاید برای ما بد باشه، هر چیزی که ما بد دیدیم شاید برای ما نقض باشه. و اون خاطر الحمدلله الله در قرآن میگه گاه حالت میشه که مثال بگیریم در همین بالون اون نکفه انا میبرایم داد و ویغان دیگه اخورات جنجال دیگه که سلامون کفی. اگر که بالون در اینجا نمیکفید شاید در بهترش اوری میکرده. بعضی الله یک مشکل اندک بالای سر انسان میاره تا اینکه بالاتر شد یا بهتر شد نیاره. و اون خاطر هر کاری که میشه به حکمت الله قدر الله ما شاء فعل. و اون خاطر هیچگاه انسان باید غمگین زیغ نشه. هر چیزی که میشه به قدرت الله به خواسته الله. هر یک انسانی که یک بیماری داره الله دیده و دونسته کارو میکنه. الله یگان کارو پروستک نمیکنه. شاید که بیماری اگر نمیداد ایده بدتر شه بیماری زیادتر شه میداد. الحمدلله بگیم دست به دعا کنیم که پروردگارا ما را امتحان نک، پروردگاری بیماری ما بگه که ما تحمل کردن میتونیم. یعنی دست به دعا کنیم. الله میگه ادعونی استجب لكم. طلب دعا کن از من طلب کنیم میگه من اجابتش میکنم. الله میگه دیگه در قرآن که اذا سألك عبادي عني فإني قريب. هر وقت که بندگان من میگه از من سوال میکنن از من طلب میکنن میگه من با اونها قریب هستم، نزدیک هستم. در دیگه آیات قرآن میگه الله که ما به عظمتم به شما از رگ گردن شما در قریب هستم و نحن اقرب الیه من حبل الورید. میگه الله میگه به عظمتم از همین رگی که در گردن شما از زمین میگه من قریب هستم به شما. چیزی که میگه میخواین از من طلب کنین. زن میخوای، ماشین میخوای، پوشاک میخوای، لباس میخوای، گفتی که با فرزند میخوای، سمالود میخوای، روی سفید میخوای، روی چی چیزی میخوای از الله سبحانه و تعالی طلب کن. الله میگه ادعونی طلب کنی از من استجب لكم. دیگه در قرآن و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده های هیچ چیزی ضرور نیست. انسان که هر نیت مقصدی داشته باشه با همون نیت مقصد میره. مثلا بسیار اینجا مثال جوانان که بزنن تاجیکستان مثال نیت چه میگه که برم شاید که نیام برای چه نیت چه کرد که شاید نگفت که ان شاء الله من میرم میکوم زنی صالحه میکوم زندگی ما با پا میدارم. ای اگر نیت همین نیت کنه همین مقصد کنه بخیزه بروه الله موفقش میکنه. برای چه انما الاعمال بالنیات. همه عمل ها با نیت ما وابسته.
ما نیت خوب کردیم الله موفق من میگردونه، نیت بد کردیم هم بد میشه. ولی ما نیت خوب کنیم که چون حسن ظن کنیم خوب کنیم که الله برای ما دیگه با آماده کرده سه گونه عمرت صالحه را. و خود هر چیزی که میشه به خواست الله، فقط ما باید عقیدمون خوب کنیم که هر چیزی که از جانب الله، هر چیزی که میشه به حکمت الله، یگون کار پروستو تک نمیشه. یعنی نیت خوب که کردی خیسی رفتی وطن، از مادر طلب دعا کردیم، مادر جان در حقم دعا کن. دعای پدر مادر برای فرزند مثل دعای انبیا برای امتانش. دعای گفتی سه دعایی که در اون شک و شبهه نیست اجابت میشه، که از اونها دعای پدر مادر برای فرزنده. من خودی هر یک پدری که از در اینجا در یک فرزنداتون دعا کنه که پروردگار علم مفید و رزق حلال و عمل هایی که نزد پروردگار قبولن، اونها رو برای فرزندهای مناسب بگردون، از راه بد نگهشون دار، پروردگار رزق و حلال براشون نصیب. هر دعایی که میتونین هم برای فرزندها باید دعا کنیم، برای دعای اجابت. دعای بدم کردیم اونم اجابت میشه. مثلا بعضی داخل من عادت داریم که مثلا مادرایی که پدر دعای بد میکنه نسبت فرزند، هم دعا را اجابت میشه. بعضی وقت نعوذ بالله میگه که ارسی مردت بیارن، یعنی گروز صد روی میکنه کترستان، شاید دعای مادر اجابت شده باشه، شاید دعای پدر اجابت شده باشه که پروردگار مردت ارسی بیارن. یعنی دعای بد کردیم رو اجابت میشه. با همون خاطر باید پدر مادر در دعاهاش با احتیاط باشه که خدا خارت کنه، خدا مردت ببینم که ما اکثریت مناسب دعا کن، مادر دعا میکنن خدا مردت سحری بینم نعوذ بالله، مردت بیارن دیگه و دیگه هم تری زنکو دعا میکنه، بسیار میکنه. با همون خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه لعن المؤمن که قتله، یعنی لعنت مؤمن به مثل یک مردوره، یعنی گناهاش مثل یک آدمی که میکشه اینم خیلی گناهاش. با خاطر داخل ما پدر لعنت بر پدر لعنت دیگه و دیگه هم تری پورا بسیار داخل ما تکرار میکنن. خب الله سبحانه و تعالی یبون تو مشابه توفیق جانبی